من میفهمی من سه برادر خود در جنگ از دست دادم، یک همشیری خودم در فامیل خودم. فریاد نغمه در یک مصاحبه جنجالی از تجاوز مجاهدین تا خفقان طالبان و نقش فرماندهان خونپوش. سلام به همه عزیزان، بیننده های نازنین و همراهان همیشگی ما. امروز با یک گزارش بسیار حساس و پر از درد و واقعیت تلخ برگشتیم. گزارشی درباره مصاحبه بی‌پرده و جنجالی یکی از بانوان نامدار هنر افغانستان. نغمه، بانوی موسیقی افغان، بعد از مدت‌ها سکوت بالاخره در یکی از رسانه‌های اجتماعی ظاهر شد و صحبت‌هایی کرد که هنوز هم داغ دل خیلی‌ها را تازه کرده. لطفاً قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، حتماً یادتون نره این گزارش را لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید، اونم به انگلیسی، که صدای ما جهانی شنیده بشه. نغمه در این مصاحبه نه یک هنرمند عادی بلکه مثل یک شاهد تاریخی صحبت کرد. از سالهای تاریک و دردناک گفت، از روزهایی که نه فقط موسیقی و صدا بلکه نفس کشیدن هم برای زن افغان جرم بود. او از طالبان گفت، از زخمهایی که این گروه در سالهای اخیر بر پیکر افغانستان گذاشت. اما چیزی که این گفتگو را به یک واقعه کم نظیر تبدیل کرد این بود که نغمه شجاعانه پا فراتر گذاشت و از جنایاتی گفت که سالها قبل در زمان حاکمیت مجاهدین اتفاق افتاد. جنایاتی که کمتر کسی جرأت اشاره به آنها را دارد. با صدایی پر از بغض گفت، طالب امروز همان مجاهد دیروزه که فقط لباسش عوض شده. این جمله مثل پتکی بر دیوار سکوت فرود آمد. او بی‌پروا از تجاوز به زنان، از گروگانگیری دختران، از جنگ سالارانی گفت که زیر نام دین و جهاد در کوچه های کابل و ولایت ها خانه به خانه گشتند و غیرت و عزت را لگدکوب کردند. نغمه یادآوری کرد که چگونه دختران را از آغوش خانواده ها بیرون کشیدند و شبانه در قرارگاه ها بردند. وقتی از این خاطرات حرف میزد، چهرهش نه فقط خشم بلکه شرم را هم فریاد میزد. شرمی که متعلق به او نبود بلکه به کل جامعه‌ای بود که سالها ترجیح دادند نبینند، نشنوند و فراموش کنند. اما او در این مصاحبه فقط به گذشته نگاه نکرد. نغمه به اکنون هم پرداخت، به فضای سیاه حاکم، به خاموشی هنرمندان، به ترس، تهدید و نفس تنگی که زنان امروز افغانستان را در آغوش گرفته. گفت که در این سالها نه فقط او بلکه صدها زن دیگر از کار و زندگی افتادند، تنها به جرم زن بودن، تنها به جرم داشتن صدا. در میانه این حرفها نامهایی هم آورده شد که تاریخ افغانستان بدون آنها ناقص است. از چهره‌هایی مانند مارشال دوستم. نغمه بی‌محابا گفت که نمی شود از درد گفت، اما بخشی از مسئولین این رنج را نادیده گرفت. گفت دوستم برای بعضی‌ها قهرمانه ولی برای خیلی‌ها سمبل وحشته. او اشاره کرد به آن روزهایی که شمال افغانستان زیر فرمان او بود و همزمان صدها گزارش از تجاوز و شکنجه و ناپدید شدن دختران و زنان به گوش می رسید. گزارش هایی که هیچگاه به دادگاهی راه پیدا نکردند و هیچ کس جوابگو نشد. از خشونت هایی گفت که با چهره های خندان و مدال های دولتی تطهیر شدند ولی هنوز سایه اش روی جان مردم سنگینی می کند. او گفت که طالبان و مجاهدین و فرماندهان شبه نظامی همهشان یک بخش از یک پیکر پوسیدند. پیکری که با دین، سیاست و قدرت بازی کرده و ملت را قربانی کرده. نغمه با دل سوخته‌اش گفت که هنرش را خاک کردند اما صدایش را نه. گفت تا زنده است حقیقت را خواهد گفت، حتی اگر گوش شنوایی نباشد. وقتی این مصاحبه منتشر شد موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی بلند شد. بعضی‌ها گفتند نغمه دارد قهرمان بازی در می‌آورد، اما بیشتر مردم مخصوصاً زنان او را ستایش کردند، چون برایشان کسی پیدا شده بود که از چیزی گفته بود که همه از آن فرار می‌کردند. صدای نغمه فقط صدای یک زن خواننده نبود،
بلکه صدای هزاران زن بی صدا بود. صدای دخترانی که در تاریکی ربوده شدند و هیچ وقت فرصت پیدا نکردند. این گزارش فقط یک مصاحبه نبود. یک مستند زنده تاریخی بود. آن هم از زبان کسی که دیده، زندگی کرده و سوخته. او مثل شمشیری بود که بر دل تاریخ دروغین فرود آمد. یادمان نرود اگر امروز صدای نغمه را نشنویم، فردا دیگر صدایی باقی نمیماند. اگر شما هم به صداقت، به شجاعت و به عدالت باور دارید، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و کامنت انگلیسیتون رو برامون بنویسید. از طرف یک ایرانی که مردم افغانستان رو مثل خواهر و برادر خودش میدونه، با تمام عشق و احترام و امید تا گزارش بعدی، خدا نگهدار.